سال 1607 گروه کوچکی از ماجراجویان انگلیسی وارد ساحل شرقی قاره جدید شدند و سالهای بعد مهاجران بیشتری از اروپا به منطقه آمدند. 100 سال بعد در سرزمینی که آمریکا نام گرفت، مردم در رفاه و آسایش زندگی می‌کردند. ثروت و موفقیت مردم این سرزمین به مذاق بریتانیا خوش نیامد. نوع برخورد بریتانیایی‌ها با مستعمره‌نشینان تحقیرآمیز بود، به طوری که آنها خود را شهروند درجه 2 می‌دیدند. بالا بردن مالیات‌ها باعث مقاومت ساکنان این سرزمین، انقلاب و سپس جنگ شد. ژوئیه 1776 اعلامیه استقلال آمریکا 13 مستعمره آمریکا را که در آن زمان در جنگ با بریتانیا بودند سرزمینی مستقل خواند که از آن پس دیگر بخشی از امپراتوری بریتانیا نخواهد بود. جورج واشنگتن فرمانده ارتش کانتیننتال که برای استقلال آمریکا می‌جنگید، بعدها نخستین رئیس جمهور آمریکا شد. جورج واشنگتن با بزرگترین قدرت زمان در افتاد و پیروز شد. سال 1783 آمریکا دیگر سرزمینی آزاد بود. اربابان بریتانیایی آمریکا را ترک کردند و ایالات متحده آمریکا متولد شد. جورج واشنگتن، نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، 1789 تا 1797. دوره ریاست جمهوری جورج واشنگتن همزمان است با سالهای 1168 تا 1175 خورشیدی. این 8 سال مصادف است با آخرین سالهای حکومت سلسله زند و به قدرت رسیدن سلسله قاجار در ایران. جورج واشنگتن قهرمان جنگ، محترم و متنفذ، صادق و خوشنام، نماینده و رهبری کاریزماتیک، پدر آمریکا و نخستین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. او ورزشکار، رقصنده‌ای بسیار خوب و سوارکاری ماهر بود. 30 آوریل سال 1789 جورج واشنگتن در بالکن عمارت فدرال هال در خیابان وال استریت نیویورک به عنوان نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. جورج واشنگتن سال 1732 در خانواده ملاک در ویرجینیا متولد شد. اخلاق، رفتار و دانش یک نجیب زاده قرن 18 ویرجینیایی را در خانواده و نزد پدر و برادر بزرگترش آموخت. در سن 16 سالگی مساحی یاد گرفت و زمانی که 22 سال داشت با درجه سرهنگ دوم وارد خدمت نظام شد. تا پیش از جنگ استقلال آمریکا، واشنگتن سرگرم رسیدگی به املاکش در مانت ورنون بود و همچنین در شورای قانونگذاری ویرجینیا عضویت داشت. واشنگتن با بیوه ثروتمندی به نام مارترا داندریچ کوستیس اهل ویرجینیا ازدواج کرد. پس از این ازدواج املاکش بیشتر شد و موقعیت اجتماعیش بالاتر رفت. او حالا ثروتمندترین مرد ویرجینیا و شاید تمام مستعمره‌نشین‌ها بود. جورج واشنگتن نیز مانند پدران ملاکش احساس می‌کرد که بازرگانان بریتانیایی از او بهره کشی می‌کنند. ماه مه سال 1775 دومین کنگره کانتیننتال در فیلادلفیا تشکیل شد. در این جلسه جورج واشنگتن را به فرماندهی ارتش استقلال طلبان آمریکا برگزیدند. جورج واشنگتن در نبردهای پیاپی ابرقدرت زمان بریتانیا را شکست داد. سال 1783 و پس از پیروزی به مجلس ایالتی مریلند رفت و در آنجا از مقام فرماندهی کل ارتش کانتیننتال استعفا داد. این کاری تاریخی بود، چرا که تسلط غیر نظامیان بر ارتش را به یکی از اصول بنیادین دموکراسی آمریکا بدل کرد. پایتخت کشور نوبنیاد آمریکا به انتخاب واشنگتن بر ساحل رودخانه پوتومک و با نظارت دقیق خود او بنا نهاده شد و به افتخارش واشنگتن نام گرفت. جورج واشنگتن شخصیتی کم نظیر داشت. یار جدا نشدنیش اسبی به نام نلسون بود. سوار بر این اسب به پای تخت می آمد، با وزرای کابینه ملاقات می کرد و به مانت ورنون باز می گشت.
نلسون نسخه اولیه هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور یا ایرفورس وان بود. هنرمندان از راههای دور برای کشیدن پورتری واشنگتن به مانت ورنون می آمدند. واشنگتن رقصنده‌ای ماهر بود و در مجالس رقص زنان برای رقصیدن به او با صف می ایستادند. جورج واشنگتن محبوب ترین مرد زمان خود بود. یکی از همقطاران نظامیش در نامه‌ای به او نوشت: شایسته است که شما اولین پادشاه آمریکا شوید. جورج واشنگتن با اندیشه نظام پادشاهی برای آمریکا به شدت مخالفت می‌کرد. در پاسخ به طرفدارش نوشت که دیگر هرگز این پیشنهاد را حتی تکرار هم نکند. زمانی که قانون اساسی جدید آمریکا تصویب شد، کالج انتخاباتی در رأیگیری غیرعلنی جورج واشنگتن را به عنوان نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزید. در آن زمان جمعیت ایالات متحده آمریکا نزدیک به 4 میلیون نفر بود. جورج واشنگتن به خوبی می‌دانست که به عنوان رئیس جمهور همه حرکاتش زیر ذره‌بین است و در تاریخ ثبت می‌شود. او در سخنرانی ادای سوگند رئیس جمهوری عبارت خدا یاریگر ما باشد را افزود. So help me God. So help me God. در پی انقلاب فرانسه سال 1793 جنگ بزرگ میان فرانسه و انگلستان در گرفت. واشنگتن اصرار داشت تا زمانی که آمریکا نیرومندتر شود باید بی‌طرف بماند. واشنگتن که خود از بردهداران بزرگ شرق آمریکا بود، در افق آینده آمریکایی را می‌دید که در آن بردهداری منسوخ شده باشد. او وصیت کرد برده‌های مزرعه‌اش پس از مرگ او آزاد شوند. اواخر دور اول ریاست جمهوری واشنگتن 2 حزب سیاسی در حال شکل گرفتن بودند: فدرالیست‌ها و گروه مقابل دموکرات جمهوری‌خواها. او هرگز به طور رسمی به فدرالیست‌ها نپیوست، اما از برنامه‌هایشان حمایت می‌کرد و الهام بخش آنها بود. در پایان دور دوم ریاست جمهوریش خسته از سیاست خود را بازنشسته کرد و از شرکت در 3مین دور انتخابات ریاست جمهوری خودداری کرد و این رویه را که ریاست جمهوری حداکثر 2 دوره میتواند بر سر کار باشد بنا نهاد. در سخنرانی خداحافظی از هموطنانش خواست از تعصبات حزبی پرهیز کنند. جورج واشنگتن در زمینه سیاست خارجی نیز نسبت به ائتلاف‌های دراز مدت هشدار داد. جورج واشنگتن کمتر از 3 سال دوران بازنشستگیش را در مزرعه شخصی در مانت ورنون گذراند و در 14 دسامبر سال 1799 از عفونت گلو درگذشت. آمریکا ماه‌ها در مرگ او سوگوار بود. جورج واشنگتن را سمبل ایالات متحده می‌دانند و بسیاری معتقدند بدون جورج واشنگتن ایالات متحده آمریکا وجود نمی‌داشت. تصویر واشنگتن روی پرتیراژترین اسکناس آمریکا نقش بست. جان آدامز، دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، فدرالیست، 1797 تا 1801. جانشین جورج واشنگتن وضعیتی دشوار داشت. جان آدامز که در زمان واشنگتن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود، کسی بود که باید راه یک شخصیت استثنایی تاریخی را ادامه میداد. دوران ریاست جمهوری جان آدامز در آمریکا همزمان است با 1175 تا 1179 خورشیدی، همزمان با سالهای نخست دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجار در ایران. جان آدامز از بنیانگذاران آمریکا، از رهبران جنبش استقلال، وکیل فارغ التحصیل هاروارد، امضا کننده اعلامیه استقلال، نماینده اعزامی به فرانسه و هلند در دوران جنگ‌های انقلاب، عضو مجلس کنتینانتال، اولین معاون رئیس جمهور آمریکا و دومین رئیس جمهور ایالات متحده. مردی روشنفکر، مطلع، متفکر، با شخصیتی خارق‌العاده اما فاقد اعتماد به نفس کافی. جان آدامز بیشتر فیلسوف بود تا سیاستمدار. سال 1796، یک تحول بی سابقه. آمریکا شاهد برگزاری 3مین دور انتخابات ریاست جمهوری بود. برای نخستین بار بیش از یک نامزد وجود داشت. پیروزی جان آدامز دور از انتظار نبود. او را در سراسر کشور می‌شناختند.
برای استقلال آمریکا مبارزه کرده بود و 2 دوره معاون رئیس جمهور آمریکا بود. آدامز مردی خردمند، میهن‌پرستی واقعی و دیپلماتی توانا و آگاه بود. هرچند عضو حزب فدرالیست بود، اما به سیاست‌های حزبی علاقه‌ای نداشت و همین ضعف در دوران ریاست جمهوری برایش تولید اشکال کرد. آدامز در سال 1735 در خلیج مهاجرنشین ماساچوست متولد شد. او که دانش آموخته حقوق از دانشگاه هاروارد بود، خیلی زود به عنوان چهره‌ای میهن‌پرست شناخته شد. جان آدامز در هیئت‌های نمایندگی اولین و دومین کنگره کانتیننتال رهبری جنبش استقلال را بر عهده داشت. طی جنگ‌های استقلال در نقش دیپلمات در فرانسه و هلند خدمت کرد و در زمان ریاست جمهوری جورج واشنگتن معاون رئیس جمهور آمریکا بود. زمانی که آدامز رئیس جمهور شد، جمعیت آمریکا بیش از 5 میلیون نفر بود. جنگ بین فرانسه و بریتانیا امنیت آبهای آزاد را به خطر انداخته بود. گروه‌های آمریکایی طرفدار هر یک از 2 طرف درگیر هم به شدت مشغول کشمکش بودند. مجموعه‌ای از تحولات به تیرگی روابط آمریکا و فرانسه انجامید. بسیاری در آمریکا خواهان جنگ با فرانسه بودند، اما آدامز ترجیح داد از راه دیپلماسی وارد شود و هیئتی را به فرانسه فرستاد. آدامز را پدر نیروی دریایی آمریکا می‌دانند. او وزارت دریاداری تشکیل داد. در ابتدای دوران ریاست جمهوریش، ناوگان دریایی آمریکا در برابر کشتی‌های جنگی فرانسوی‌ها تقریباً بی‌دفاع بود، اما تا سال 1800 شرایط تغییر کرد، به طوری که کشتی‌های جنگی و بازرگانی آمریکایی در آب‌های یکتازی می‌کردند. روز اول نوامبر سال 1800 میلادی، درست پیش از برگزاری انتخابات، آدامز وارد پایتخت جدید شد تا زندگی در کاخ سفید را آغاز کند. در دومین غروب اقامتش در کاخ سفید، در اتاقی نمور و نیمه کاره به همسرش نوشت: دعا می‌کنم که به این خانه و تمام کسانی که از این پس ساکن آن خواهند بود برکت عطا شود. باشد که تنها افرادی صادق و خردمند بر زیر این سقف حکمرانی کنند. اقامت آدامز در منزل نوساز 1 ماه بیشتر طول نکشید. در رقابت‌های انتخاباتی سال 1800 فدرالیست‌ها به شدت دچار تفرقه شده بودند. سوابق انقلابی آدامز تنها ضامن 1 دور ریاست جمهوری او شد. جان آدامز با اختلاف تنها چند رأی الکترال به جفرسون باخت. به مزرعه‌اش در کوینسی در ایالت ماساچوست بازگشت تا دوران بازنشستگی را آنجا سپری کند و روز 4 ژوئیه سال 1826 در 50مین سالگرد امضای اعلامیه استقلال در مزرعه‌اش درگذشت. انتخابات سال 1800 میلادی بی سابقه بود. برای اولین بار روزنامه‌ها وارد کارزار انتخاباتی شدند و برای نخستین بار در تاریخ سیاسی آمریکا قدرت به آرامی از حزبی به حزب دیگر منتقل می‌شد. توماس جفرسون، 3مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دموکرات جمهوری‌خواه، 1801 تا 1809. توماس جفرسون از سال 1801 2 دوره پیاپی 4 ساله رئیس جمهور آمریکا بود. این زمان مصادف است با سالهای 1179 تا 1187 خورشیدی، یعنی دوران پادشاهی فتحعلی شاه قاجار. جفرسون از بنیانگذاران آمریکا، نویسنده پیشنویس اعلامیه استقلال، مدافع سرسخت آزادی، عضو شورای قانونگذاری ویرجینیا و کنگره کانتیننتال، سفیر آمریکا در فرانسه و 3مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. او سیاستمداری درخشان، مدیری توانا و رهبری مردمی بود که گاهی خودش در کاخ سفید را به روی مهمانان می‌گشود. جفرسون ککمکی بود، موی حنایی داشت و بلند قامت و بی‌قواره بود. هرچند زبان شیوایی داشت، اما سخنران خوبی نبود و ترجیح میداد بیشتر از قلمش استفاده کند تا صدایش. جفرسون اهمیت مطبوعات را می‌دانست و به خوبی با آنها کنار می‌آمد. 4 مارس 1801 جفرسون اولین رئیس جمهوری بود که در واشنگتن سوگند ریاست جمهوری خورد. گفته او در این مراسم در تاریخ سخنرانی‌های ادای سوگند تاریخ آمریکا جاودانی شد. ما همه فدرالیست هستیم. ما همه جمهوری خواهیم. جفرسون سال 1743 در ویرجینیا متولد شد. پدرش مزرعه دار و نقشه بردار بود و مقدار زیادی زمین برایش به ارث باقی گذاشت. مادر جفرسون از خانواده سرشناس بود. توماس جفرسون حقوق خواند
با بیوه‌ای به نام مارتا وایلز اسکلتون ازدواج کرد و این دو زندگی مشترک را در خانه کوهستانی جفرسون در مونتیچلو آغاز کردند. جفرسون در 33 سالگی پیشنویس اعلامیه استقلال آمریکا را نوشت. او همچنین نویسنده لایحه‌ای بود که آزادی‌های مذهبی را برقرار می‌کرد. این قانون از سال 1786 به اجرا درآمد. توماس جفرسون پس از بنجامین فرانکلین سفیر آمریکا در فرانسه بود و شاید به همین دلیل حامی انقلاب فرانسه بود. در آن روزگار دو حزب در حال شکل‌گیری بود: فدرالیست‌ها و جمهوری‌خواهان دموکرات. جفرسون به تدریج رهبری جمهوری‌خواهان را که با آرمان‌های انقلابیون فرانسه همدلی می‌کردند بر عهده گرفت. او با اقتدار دولت مرکزی مخالف بود و از حقوق ایالت‌ها طرفداری می‌کرد. در بحبوحه درگیری‌های حزبی جفرسون در نامه‌ای خصوصی نوشت: در پیشگاه خداوند سوگند خوردم که همیشه با هر شکلی از استبداد که در تصور بشر بگنجد مبارزه کنم. جفرسون در انتخابات سال 1800 پیروز شد و سومین رئیس جمهور کشوری شد که در آن زمان جمعیتی بیش از 5 میلیون نفر داشت. بحران در فرانسه به پایان رسیده بود. جفرسون از هزینه‌های ارتش و نیروی دریایی کاست. بودجه را کاهش داد، مالیات بر ویسکی را حذف کرد و بدهی کشور را تا 1/3 پایین آورد. او همچنین یک گروه از افسران و فرماندهان ورزیده و زبده نیروی دریایی را مأمور جنگ با دزدان دریایی کرد. این دزدان دریایی در آب‌های دریای مدیترانه مزاحم کشتی‌های آمریکایی می‌شدند. در سال 1803 سرزمین لوئیزیانا را از فرانسه تحت فرمانروایی ناپلئون به قیمت 15 میلیون دلار خرید. با این کار مساحت آمریکای آن روز 2 برابر شد. جفرسون سومین رئیس جمهوری آمریکا وصیت کرد روی سنگ مزارش این جمله را حک کنند: نویسنده اعلامیه استقلال، بنیانگذار قانون آزادی مذهب و بانی دانشگاه ویرجینیا. توماس جفرسون روز 4 ژوئیه 1826 درگذشت. جیمز مدیسون، 4مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دموکرات جمهوری خواه، 1809 تا 1817. جانشین جفرسون مردی بود از جنس خودش. در انتخابات 1809 کسی لایق‌تر از دوست و همکار دیرینه جفرسون نبود. سرباز جنگ‌های استقلال، نویسنده قانون اساسی آمریکا و مردی از ایالت ویرجینیا. دوره ریاست جمهوری جیمز مدیسون همزمان است با 1187 تا 1195 خورشیدی و سالهای پایانی دومین دهه از سلطنت فتحعلی شاه قاجار. در همین سالها بود که قرارداد گلستان میان ایران و روسیه منعقد شد. جیمز مدیسون از بنیانگذاران آمریکا، پدر قانون اساسی آمریکا، معاون رئیس جمهور، عضو مجلس نمایندگان، وزیر امور خارجه و 4مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. مدیسون مردی آرام و مدبر بود. شخصیتی متین داشت و مدیری منصف بود. قبل از انجام هر کار درباره‌اش مطالعه می‌کرد. اغلب لباس مشکی می‌پوشید و ذوق طنز داشت. جیمز مدیسون در سال 1751 در ویرجینیا متولد شد و در دانشگاه پرینستون که در آن زمان کالج نیوجرسی نامیده میشد، تاریخ و مطالعات دولتی خواند. دانسته‌های حقوقی جیمز مدیسون آن اندازه بود که زمانی که نمایندگان مستعمره‌نشین‌ها در کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا گرد آمدند، مدیسون 36 ساله در تهیه پیشنویس و تصویب قانون اساسی آمریکا نقشی عمده داشت. زمانی که نماینده کنگره بود، در تدوین اصول حقوق مردم و اجرای نخستین قانون مالیات نقشی اساسی ایفا کرد. مدیسون در سال 1808 و زمانی که جمعیت آمریکا بیش از 7 میلیون نفر بود، به عنوان 4مین رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. در فاصله کمی پس از مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری، جرقه جنگ آمریکا با بریتانیا زده شد. همه چیز از دریا شروع شد. بریتانیایی‌ها کشتی‌های آمریکایی و محموله آنها را مصادره می‌کردند و ملاحان آمریکایی را برای خدمت اجباری به کار می‌گرفتند. افکار عمومی خواهان جنگ بود. همه اینها مدیسون را واداشت تا در برابر فشارها تسلیم شود
و روز اول ژوئن 1812 نخستین رئیس جمهور آمریکا باشد که از کنگره درخواست اعلام جنگ کند. کشور جوان آمریکا آماده جنگ نبود. نیروهای آمریکایی شکست سختی خوردند. بریتانیایی‌ها ماه اوت سال 1814 وارد واشنگتن شدند و کاخ سفید و محوطه ساختمان کنگره را به آتش کشیدند. آمریکا هم پیروزی‌هایی به دست آورد که مهمترین آن پیروزی ژنرال اندرو جکسون در جنگ با ارتش بریتانیا در نیواورلند بود. جیمز مونرو با مأموریت گفتگو برای صلح به بریتانیا اعزام شد و دسامبر 1814 صلح برقرار شد. در دوران ریاست جمهوری مدیسون، لوئیزیانا و ایندیانا به جمع ایالت‌های آمریکا اضافه شد. جیمز مدیسون 2 دوره رئیس جمهوری آمریکا بود. پس از پایان دوره دوم در املاک شخصیش در مونپلیه ویرجینیا بازنشستگیش را آغاز کرد. هرچند جنگ با بریتانیا نقطه تاریک دوران ریاست جمهوری مدیسون بود، اما دستاوردهایش هم اندک نبود. مدیسون روش نوین حکومتداری را در آمریکا بنا گذاشت و حقوقی را تدوین کرد که هنوز هم در آمریکا پابرجاست. تصویر مدیسون زینت بخش اسکناس بسیار کمیاب $5000 است. جیمز مونرو، 5مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دموکرات جمهوری‌خواه، 1817 تا 1825. در انتخابات سال 1816 یکی دیگر از بنیانگذاران کشور آمریکا روی کار آمد، مردی از آخرین نسل انقلابیون. دوره ریاست جمهوری جیمز مونرو همزمان است با 1195 تا 1203 خورشیدی و سالهای میانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار. جیمز مونرو از بنیانگذاران آمریکا، وکیل، سفیر آمریکا در فرانسه، فرماندار ویرجینیا، نماینده کنگره کانتیننتال، سناتور، وزیر امور خارجه، وزیر جنگ و 5مین رئیس جمهور آمریکا. مونرو مردی بود از آخرین نسل انقلابیون معمار آمریکا، قهرمان جنگ، صبور، صادق و قابل اعتماد. جیمز مونرو در سال 1758 در ویرجینیا به دنیا آمد. دانش آموخته کالج ویلیام و مری بود و در ارتش کانتیننتال با کارنامه‌ای درخشان خدمت کرد. مونرو بلند پرواز و پر انرژی بود. با حمایت مدیسون در سال 1816 نامزد جمهوری خواهان شد و رقیبش روفوس کینگ را با اختلافی زیاد شکست داد. جمعیت ایالات متحده در آن زمان بیش از 9 میلیون نفر بود. مونرو در انتخاب اعضای کابینه‌اش جسور و سنت شکن بود. جان سی کالهون را که از جنوبی ها بود به وزارت جنگ گماشت و جان کوینسی آدامز را که شمالی بود وزیر امور خارجه کرد. مونرو پس از اینکه رئیس جمهور شد به دور آمریکا سفر کرد. سفرش به بوستون را آغاز روزگار خوش نامیدند. شور و هیجانی که دیر نپایید، اما از محبوبیت مونرو و سیاست‌های ملی‌گرایانه‌اش هم نکاست. در ابتدای دور اول ریاست جمهوری مونرو، منطقه میسوری درخواست کرد که به عنوان یکی از ایالت‌های آمریکا شناخته شود. این سرآغاز رشته‌ای دراز از بحث‌های سیاسی در زمینه بردهداری بود. درخواست ساکنان میسوری برای پیوستن به جمع ایالت‌های بردهدار رد شد و 2 سال مذاکرات تند در کنگره به دنبال آورد. عاقبت کنگره تکلیف 2 ایالت مین و میسوری را به این ترتیب روشن کرد. مین ایالت آزاد باقی می‌ماند و بردهداری در بخش‌های شمال و غرب میسوری برای همیشه ممنوع شد. در همان زمان مونرو پیشنهاد بازگرداندن برده‌های آزاد شده را به آفریقا مطرح کرد. نتیجه ایجاد کشور لیبریا در غرب آفریقا بود و پایتختی که به افتخار مونرو مونروویا نامیده شد. در زمان ریاست جمهوری مونرو، اسپانیا ناحیه فلوریدا را به آمریکا واگذار کرد. اما میراث مهم مونرو در زمینه سیاست خارجی که امروز به دکترین مونرو معروف است، در پیامی که سال 1823 به کنگره و جهان داد ماندگار شد. بندی کوتاه از یک سخنرانی که میراث مونرو شد. کشورهای قاره آمریکا در شرایط آزاد و مستقل هستند و باقی میمانند و قدرت‌های اروپایی نباید به چشم مستعمرات آینده به آنها نگاه کنند. جیمز مونرو روز 4 ژوئیه سال 1831 در نیویورک درگذشت.
جان کوینسی آدامز، ششمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دموکرات جمهوری‌خواه 1825 تا 1829. سال 1824 میلادی آمریکا شاهد انتخاباتی تاریخی بود. چند چهره بزرگ زمان رقابت می‌کردند. ویلیام کرافورد وزیر خزانه‌داری، جان سی کلهون وزیر جنگ، هنری کلی رئیس کنگره و قهرمان محبوب جنگ اندرو جکسون. دوره ریاست جمهوری جان کوینسی آدامز همزمان است با 1203 تا 1207 خورشیدی و سالهای پایانی سلطنت فتحعلی شاه قاجار. در همین سالها بود که قرارداد ترکمنچای میان ایران و روسیه منعقد شد. جان کوینسی وکیل فارغ التحصیل هاروارد، سفیر آمریکا در هلند و بریتانیا، وزیر امور خارجه و ششمین رئیس جمهور آمریکا. مردی خوشفکر، عاری از ذوق طنز و مدیری خودرأی بود. صبحها در رودخانه پوتومک شنا می‌کرد. عاشق بیلیارد بود و کرم ابریشم نگه می‌داشت. او نخستین رئیس جمهوری آمریکاست که پدرش هم قبلا همین سمت را داشته بود. جان کوینسی آدامز در سال 1767 در ماساچوست متولد شد. در کودکی شاهد جنگ‌های انقلابی آمریکا بود. در اروپا به عنوان منشی پدرش که سفیر آمریکا بود کار می‌کرد. همین تجربه از او زبانشناسی خبره و نویسندگی توانا ساخت. آدامز دانش آموخته حقوق از کالج هاروارد بود. در دوران ریاست جمهوری مونرو وزیر خارجه بود. در همان دوره با همکاری بریتانیا منطقه اورگون در شمال غرب آمریکا را از دست بومیان درآورد و در تنظیم دکترین مونرو به رئیس جمهور کمک کرد. در دوره وزارت خارجه آدامز، اسپانیا فلوریدا را به آمریکا واگذار کرد. سال 1824 در داخل تنها حزب آمریکا انشعاب شده بود و هر جناح نامزدی جداگانه در انتخابات ریاست جمهوری داشت. از آنجا که هیچ یک از نامزدها اکثریت آرای الکترال را کسب نکرده بودند، مجلس نمایندگان آمریکا از میان سه نامزدی که بیشترین رأی را آورده بودند، جان کوینسی آدامز را به عنوان ششمین رئیس جمهوری آمریکا برگزید. در آن زمان ایالات متحده بیش از 12 میلیون نفر جمعیت داشت. اندرو جکسون بازنده انتخابات و طرفدارانش به آدامز اتهام زد و بند و تطمیع زدند و بیدرنگ تبلیغات را برای انتخابات بعدی آغاز کردند. آدامز برنامه‌های ملی پیشنهاد کرد، از جمله پیوند دادن بخش‌های مختلف کشور از طریق شبکه‌ای از کانال و جاده، تأسیس یک دانشگاه ملی، حمایت مالی از پروژه‌های علمی و احداث یک رصدخانه. منتقدان آدامز این کارها را ورای قانون اساسی می‌دانستند. در سال 1828 دوره ریاست جمهوری آدامز رو به پایان بود. در مبارزات انتخاباتی طرفداران جکسون او را به فساد، اختلاس و سوء استفاده از اموال عمومی متهم کردند. آدامز کسی نبود که چنین اتهاماتی را تحمل کند. پس از شکست در انتخابات به ماساچوست بازگشت تا باقی عمرش را با مطالعه و پژوهش در مزرعه‌اش سپری کند. سال 1830 دو سال بعد از پایان دوره ریاست جمهوری، آدامز به نمایندگی از منطقه پلیموت به مجلس نمایندگان راه یافت و در راه آزادی‌های مدنی تلاش بسیاری کرد. در سال 1836 نمایندگان ایالت‌های جنوبی قانونی تصویب کردند که بر اساس آن هر درخواستی علیه بردهداری مسکوت گذاشته می‌شد. آدامز 8 سال بیوقفه با این قانون مبارزه کرد تا بالاخره توانست آن را لغو کند. آدامز سال 1848 در صحن مجلس نمایندگان سکته کرد و به زمین افتاد. او را به اتاق رئیس مجلس بردند. آدامز 2 روز بعد همانجا درگذشت. جان کوینسی آدامز را در کوینسی ماساچوست در کنار پدر، مادر و همسرش دفن کردند. جان کوینسی آدامز مردی بود که تا لحظه آخر برای آنچه که درست می‌پنداشت جنگید.